حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها قصه میکنن که پدرم ابوبکر صدیق یک مزدور و خدمتگار و غلام داشت. بعد فجاء یوما بشیء فاکل منه ابوبکر، این غلام ابوبکر صدیق یک روز یک چیزی آورد و ابوبکر صدیق خورد. فقال له الغلام اتدری ما هذا، میگه غلام از ابوبکر صدیق پرسید از بادارش، گفت ای ابوبکر آیا فهمیدید که این چیزی که خوردید چی بود و از کجا آمده بود؟ حضرت ابوبکر صدیق گفتن و ما هو، چی بود، از کجا آمده بود، این چیزی که به من دادی از کجا آمده بود؟ امو غلام گفت که کنت تکهنت لانسان فی الجاهلیتی، گفت ای ما فالبینی و کهانت، فالبینی میکردم در دوران جاهلیت، و ما احسن الکهانت، خوب فالبینی را یاد نداشتم، فالبینی میکردم خوب یاد نداشتم، یعنی در بخش فالبینی خود تخصص نداشتم. الا انی خدعته، میگه ما او را گل زدیم و فریب دادیم، به چشمش خاک زدیم و پول در آوردیم. فهذا الذي اکلت منه، این چی که شما خوردید از پول همو فالبینی و کهانتی بود که من تخصصش را نداشتم و با یک ترفند و چل و نیرنگ پول گرفته بودم از فلانی. فادخل ابوبکر یده فقاء كل شیء فی بطنه. میگن ابوبکر صدیق وقتی این قصه را شنید انگشتش را داخل کرد، هر آنچه را که خورده بود استفراغ کرد، انگشتش را داخل کرد، هر چی که خورده بود را چی کار کرد؟ استفراغش کرد. و در یک روایتی دیده بودم که گفت ابوبکر صدیق گفت اگر داخل کردن انگشت استفراغ بالا نمی آمد تا مردن انگشت خود را داخل می کردم تا استفراغم بالا بیا و حرامی را که خوردم ایرا. امامتی که امامت در بخشش تخصص نداری پولش حرامه دیگه، خطابتی که در بخشش تخصص نداری، تدریس و استادی دانشگاه و پوهنتونی که از بالاخره اول صنف میزنی از آخر صنف میزنی یا تخصص نداری پولش حرامه دیگه. طبابت و دکتری و معالج و پروفیسورایی که تابلوی پروفیسوری بالا میکنن تخصص ندارن حرامه دیگه. معنیش همیست اینجا میفرماید که پول کهانت و فالبینی بود، یعنی فالبین بودم اما تخصص نداشتم. خیلی جالب است. این غلام ابوبکر صدیق گفت من فالبین بودم، فالبین دروغگو، فالبین غیر متخصص، فالبین که بالاخره غیر ماهر. یعنی معنیش این بود که اگر جادوگر هم باشی باید از هندوستان حداقل تحصیل جادو کرده باشی، مثل که افغانستان و جادوگرش هم غیر متخصصه، او تا متخصص و فالبینش هم غیر متخصصه. همو غلام ابوبکر صدیق گفتن که و ما احسن الکهانت و ما احسن الکهانت، نگفت که این پول فالبینی بود لذا حرام بود، گفت پول فالبینی غیر متخصصانه بود، یعنی خوب یاد نداشتم، بالاخره به دروغ میگفتم و میگرفتم پول میگرفتم، لذا ابوبکر صدیق رضی الله عنه استفراغ کردن. این است. و خداوند تبارک و تعالی به پیامبران الهی میفرماید یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ای پیامبرا و دعوتگرا و روشنگرا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اول حلال بخورید باز نماز بخوانید. معنیش همیست، اول حلال بخورید بعد چه کار کنید؟ نماز بخوانید. اون صوفی ها و اهل تصوف میفرمایند التخلیه قبل التحلیه، اول
پیرایش کن درونت را، باز آرایش کن. تا پیرایش نباشه آرایش فایده نداره. یعنی اول خودت را، قلبت را یک دفعه شستشو کن، خونت را، رگت را، پوستت را، معدت را از حرام پاک بدار، بعد شروع کن به نماز و به تهجد و به تلاوت، باز اثر میگذاره. در غیر از او الله الله تو اثر نمیگذاره.